سلام دوستان و عزیزانی که ما رو بیننده هستن. انشالله که همیشه جور و صحتمند باشین. میخوایم یک داروی بسیار بسیار طبیعی رو برای شما معرفی کنیم، مخصوصا دوستانی که ورزشکارن، درد کمر دارن و درد زانو دارن، از این دارو استفاده کنن. انشالله با مدت 15 روز صحت یاب میشن، مخصوصا برای ورزشکارای عزیز که ورزش های سنگین انجام میدن. بسیار بسیار مفید است. طرف صبح ها ناشتا باید یک لیوان درست کنن بخورن. یک عدد زرده تخم مرغ، یک لیوان شیر، یک قاشق عسل، این هم که 4 مغز است، مغز بادام است، بادام هندی دیگه خدمت شما عرض شود، فندق، این هم که است سینجید است. سینجید با خستش آسیاب میکنه، به طور پودر در میاریم. یک قاشق از این مینداز، یک قاشق غذاخوری بود نصف قاشق، قاشق چایخوری بود یک قاشق، از این هم 2 قاشق دیگه. اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنه، شیر رو گرم میکنه. شیر که گرم شد بعد دوباره میمانه شیر نرمال شود. اینا رو همه رو مخلوط میکنه، زرده تخم مرغ، و هر روز از طرف صبحانه ناشتایی رو نوشجان میکنه به مدت 15 روز دیگه. نه انشالله درد زانو داری، نه درد کمر داری. برای تقویت ایمنی بدن، تقویت قوای جسمانی بدن خیلی خیلی مفید است و خیلی خیلی مفید بوده و مفید هم است دیگه. نمیره نوشجان کن انشالله. عزیزایی که ورزشکارن، مخصوصا کسای دوستانی که درد کمر یا درد زانو دارن، انشالله با توکل خدا صحت یاب میشن.